عرض سلام و درود و ادب به همه شما شنوندگان بسیار محترم. اینا کتاب سیرخوانترین جهان، ثروتمندترین مرد بابل از جورج کلیسن از مرکز خرد پیشنهاد شما عزیزان می‌گردد. پیشگفتار: آبادی ملت از نیک و احوالی مالیوی هر یک شهروند وابسته است. این کتاب در رابطه با موفقیت شخصی هر یکی از ما تالیف شده است. موفقیت یعنی پر عملی نمودن مقصد به عنوان توانایی ها و تلاش های خودی ماست. آمادگی مناسب کلید موفقیت ما می باشد. اعمال ما هیچگاه نمی توانند فراتر از افکار ما پیش روند و افکار ما هیچگاه نمی توانند از باوری هایمان پیش برود. این کتاب همچنین راهنمایی‌های لازمه را جهت درک مفهوم‌های اقتصادی برای جیب‌های بی پول دارد. در واقع هدف کتاب این است پیشنهاد برای آنهایی که آرزوی موفقیت اقتصادی دارند تا پول جمع کنند آن را حفظ نمایند و با کمک سرمایه اندوخته‌هایشان پول بیشتر به دست آورند. در صفحه‌های بعدی ما به بابل باستان سیر تاریخی می‌کنیم، به تمدنی که اولین شراره‌های قانون‌های مالیوی در آنجا به وجود آمده‌اند و اکنون این قانون‌ها به صورت فراگیر در سراسر دنیا مورد استفاده قرار دارند. مقصد نویسنده از آن عبارت است مطالعه این کتاب به خوانندگان امروزه حساب‌های بانکی قوی‌تر و موفقیت‌های مالی بیشتر به ارمغان آرد. از این جهت نویسنده راه‌های حل مفید مشکل‌ها را برای غالب آمدن بر معماهای پیچیده اقتصادی فردی را نشان می‌دهد. نویسنده برای قدردانی از همه کسانی که در کار چاپ و توزیع این کتاب با این حجم گسترده تلاش کردند ابراز تشکر می‌نماید. برای این کتاب تصدیقی بالاتر از قدردانی افرادی که آن را خواندند و از آن برای بهتر کردن طرز زندگی خود استفاده کرده به موفقیت‌های بزرگ رسیده‌اند وجود ندارد. بابل ثروتمندترین شهر دوران باستان در روی عالم است، زیرا شهروندان آن ثروتمندترین افراد در زمان خود بودند. آنها ارزش پول را می‌دانستند. آنها قانون‌های اقتصادی را برای پول جمع کردن، حفظ آن و استفاده از آن برای به دست آوردن پولی بیشتر استفاده می‌کردند. آنها چیزی که همه ما آرزو داریم، یعنی درآمد برای آینده را به دست آوردن. جورج ساموئل کلیسن.